خیلی خوش اومدین به این ویدیو از مجموعه وبرا. توی این ویدیو میخوام نحوه کار با دوربین هوشمند تی4 رو بهتون آموزش بدم. تی4 یه دوربین هوشمند کوچیکه که میتونید به راحتی راه اندازیش کنید و هر جایی که دوست دارید قرارش بدید. زیر دستگاه همونطور که توی تصویر مشخصه یک جایگاه برای سیم کارت، یک جایگاه برای مموری و زیر اون یک دکمه کوچیک برای خاموش و روشن کردن و دکمه سمت راست برای ریست کردن دستگاه هستش. همونطور که مشخصه بعد از قرار دادن سیم کارت و روشن کردن دوربینم حالا دیگه آماده فعال سازیه. داخل جعبه شما یک پایه سفید رنگ میبینید که با یک پیچ ساده میتونید اتصالش رو به دوربینتون انجام بدید و بعد از اون دوربین شما آماده است که هر جایی که دوست دارید با پایش قرار بگیره. داخل جعبه یک دفترچه راهنما برای شما گذاشته شده که علاوه بر راهنمایی‌های لازم در خصوص دوربین با اسکن کردن QR کد داخل اون میتونید اپلیکیشن اختصاصی دوربینتون رو دانلود کنید و به تمامی تنظیمات دسترسی پیدا کنید. بعد از دانلود برنامه و ورود به اون روی گزینه رجیستر ناو کلیک میکنم تا وارد صفحه بعد بشم. همونطور که توی این صفحه میبینید من باید کشور خودم رو انتخاب کنم. پس کشور ایران رو سرچ میکنم و بعد از اون انتخابش میکنم. دقت داشته باشید که شما برای این مرحله نیاز به یک ایمیل دارید که به اون دسترسی دارید. پس من ایمیل خودم رو اینجا وارد میکنم تا کد مربوطه به این ایمیل ارسال بشه. بعد از نوشتن ایمیلم کدی که ارسال شد رو وارد میکنم و بعد از وارد کردن کد ارسال شده میتونم به صفحه بعد برم و دسترسی کامل به دوربینم داشته باشم. روی دوربین شما یک QR کد قرار داده شده که با اسکن کردن اون به صفحه اصلی دوربینتون ورود پیدا میکنید. من اینجا همونطور که توی صفحه میبینید با اسکن کردن QR کد روی دوربین و زدن گزینه ها منتظر میمونم تا دوربینم دسترسی های لازم رو پیدا کنه. این مرحله 1 الی 2 دقیقه از شما زمان میبره و بعد از پیدا کردن دسترسی ها شما میتونید به صفحه اصلی دوربین ورود پیدا کنید. شما الان به صفحه اصلی دوربینتون ورود پیدا کردید و میتونید تمامی تنظیمات رو بر اساس نیازهای خودتون تغییر بدید. اولین و مهمترین گزینه‌ای که میخوام براتون توضیح بدم گزینه موشن دیتکشن هستش که یعنی دوربین شما با دیدن کوچکترین حرکت فوراً به شما هشدار میده و روی حرکات به شدت حساس میشه. گزینه بعدی که چشمتون میبینه اسمش دیتکشن دیستنس هستش، یعنی فاصله تشخیص حرکت که یعنی دوربین شما تا چه فاصله‌ای بتونه حرکت رو تشخیص بده. مثلا اگر کسی از جلوی دوربین رد بشه بسته به این تنظیم ممکنه از 2 متر یا چند متر جلوتر هم این دوربین متوجه بشه که شما میتونید این میزان حساسیت رو روی کم، متوسط و یا زیاد قرارش بدید. گزینه فرکانسی به معنای همون فرکانس تشخیص حرکت هستش که شما تنظیم میکنید که دوربینتون هر چند وقت یک بار حرکات رو تشخیص بده که مجدد این گزینه رو هم میتونید روی حالت کم، متوسط و یا زیاد قرارش بدید. گزینه بعدی هیومن دیتکشن هستش که برای تشخیص انسانه. اگر روشنش کنی فقط وقتی انسانی تشخیص داده بشه شروع به آلارم میکنه که در واقع برای کاهش هشدارهای اشتباه تعبیه شده. گزینه بعدی که مشاهده میکنید برای ضبط ویدیو در فضای ابری هستش که متاسفانه در کشور ایران کارآمد نیست و ما از این گزینه رد میشیم و میریم سراغ گزینه بعد. و اما گزینه بعد که ریکوردینگ دیوریشن هستش به معنای مدت زمان ضبط، یعنی شما تعیین میکنی بعد از تشخیص حرکت چند ثانیه ضبط رو انجام بده که شما تنظیماتش رو بسته به نیازتون میتونید روی اتوماتیک 5 ثانیه، 10 ثانیه و یا بیشتر قرار بدید. گزینه بعدی که میبینیم آلارم فلاشینگ لایت هستش که یعنی چراغ چشمک زن. اگر این گزینه رو روشن کنی هنگام تشخیص حرکت چراغ دوربین به صورت خودکار شروع به چشمک زدن میکنه. و اما یکی از مهمترین گزینه هایی که وجود داره گزینه اکتیویتی زون هستش که به معنی منطقه فعالیت یا ناحیه تشخیص حرکته. یعنی تو میتونی تعیین کنی که دوربین در یک قسمت خاص از تصویر
تصویر حرکت رو تشخیص بده و نسبت به اون منطقه حساسیت بیشتری از خودش نشون بده. همونطور که توی ویدیو میبینید من روی این گزینه میزنم و میخوام میزان حساسیت دوربینم رو نسبت به نقاط انتخابی خودم بیشتر کنم تا روی اون نقاط تشخیص حرکت رو بهتر انجام بده و با دیدن هر حرکت به من آلارم و هشدار بده. الان وقتشه که ما بقیه گزینه‌های این دوربین رو هم براتون توضیح بدم. گزینه وایت لایت همون چراغ LED رو روشن میکنه تا حالت دید در شب رنگی برای شما فعال بشه. گزینه نایت ویژن برای همون حالت دید در شبش هست که شما میتونید با این گزینه اون رو فعال یا غیر فعال کنید. توی این بخش چند تا گزینه وجود داره. گزینه اول بلک اند وایت هستش که دید در شب سیاه و سفیده که از نور مادون قرمز استفاده میکنه تا در تاریکی تصاویر رو واضح ولی سیاه و سفید برای شما ضبط کنه. گزینه دوم فول کالر نایت ویژن هستش که دید در شب رنگی به صورت دائمه، یعنی توی این حالت نورافکن دوربین همیشه شبها روشن میشه تا تصاویر رو رنگی ضبط کنه. گزینه سوم گزینه اسمارت هستش که وقتی حرکتی رو تشخیص بده چراغ‌هاش روشن میشه و تصاویر رو از سیاه و سفید به رنگی تبدیل میکنه. اما گزینه آخر که استارلایت هستش که یعنی اگر محیط شما نور کمی داشته باشه دوربینتون توی این حالت با استفاده از همون نور کم میتونه تصاویر رو رنگی کنه بدون اینکه نیاز داشته باشه چراغ‌های خودش رو روشن کنه. گزینه بعدی گزینه مکالمه دو طرفه یا همون اینترکام هستش که باهاش میتونی از طریق بلندگو و میکروفون دوربین صحبت کنی یا صدای محیطت رو بشنوی. شما از طریق گزینه اسکرین شات میتونید از تصویر لایوتون عکس بگیرید و اون رو ذخیره کنید. گزینه بعد که اکتیویتی زون هستش رو براتون توضیح دادم. پس میریم سراغ گزینه سایرن یا همون آژیر که در مواقعی که احساس خطر کنه یا حرکتی رو تشخیص بده شروع به هشدار با صدای بلند میکنه. گزینه ریکورد برای شما به صورت دستی شروع به ضبط ویدیو میکنه و اما گزینه هیومن فریم که تشخیص بدن انسان داخل تصویر و نشون دادن محدوده اون با کاد روی تصویر هستش برای دقت بالاتر توی تشخیص انسان تعبیه شده. و در آخر شما میتونید کیفیت تصویر دوربینتون رو مشخص کنید و روی کیفیت مد نظر خودتون قرار بدید. اگه این ویدیو برات جذاب بود ازت میخوام که ما رو سابسکرایب کنی و همراه ما باشی چون قراره کلی آموزش بیشتر برای شما قرار داده بشه.